وحدت و اخوت، اتحاد و اتفاق که رمز کامیابی، تعالی و ترقی ملت هاست، در مابین ما الله متعال قائم و دائم داشته باشد و همه ما سعی و تلاش نماییم تا وطن رنگ دیده خود را آباد نماییم. پیام ما به آن عده وطندارانی که بر اساس بعض تشویش ها بیرون از کشور رفتند همین است که بیایند در وطن خود. افغانستان خانه مشترک همه ماست تا یک جا آباد نماییم و همچنان به همه کشورهای همسایه پیغام ما این است که ما با همه خواهان روابط نیک و حسنه بر اساس اخوت اسلامی و احترام متقابل هستیم و با همه کشورهای منطقه و فرامنطقه هم خواهان روابط حسنه، اقتصاد محور و بر اساس احترام و تعامل متقابل می باشیم. برادران و همه هموطنان عزیز، در روزهای عید خانواده های شهدا، یتیم و بیوه ها، فقرا و مساکین و مهاجرینی را که در این روزها آوازه هاست به شکل اجباری از کشورهای همسایه برخلاف همه اصول اسلامی و پرنسیپ های بین المللی اخراج می شوند، فراموش نکنید. هر کس به قدر و وسع و توان خود با آنها همکاری نماید.